خیلی خفن. آدامس میشد. دیدی؟ ولی نگید چیزه؟ اینترنت؟ اینو چنده؟ کوبانوئل رو برمیداریم. ببخشید. سلام میکنم به همه بچه های تویوب سواری. آقا ما اولین باره که داریم اینجور ویدیوها رو میگیریم، امکانات کم، با یه گوشی داریم صدا رو ضبط میکنیم، اون گوشی هم که داره فیلم میگیره، نور نداریم، میکروفون نداریم، خیلی چیزا نداریم، حتی چیزایی هم که آوردیم واسه ریاکت کمه. شما سابو بزن، کامنتو بذار دیگه، لایکو بکن تا ما به یه انگیزه‌ای برسیم. فعلا که نون و نوا نمیشه رسید، خیلی راه داریم. یه انگیزه‌ای بگیریم، مثلا یکی از چیزایی که باید بدونیم این که واسه حرف زدن نباید اینا رو اینجوری خرش در بیاریم. بعد اینا رو همه رو یاد میگیریم دیگه به مرور. یه چند چیز ترش گرفتیم سر صبح، فقط مثلا بهت بگم یه توست کرابادوم زمینی زدیم، میخوایم اینا رو بخوریم دونه دونه ببینیم که ریاکشنمون بهش چیه، چون ما آدمای خیلی مهمی هستیم. خب از کدوم شروع کنیم؟ از خدای ولی اصلا من اینا رو ندیدم کسی چیز کنه، نمیدونم اینا برای من جدید بود، حالا نمیدونم که کسی خوبه. من تند و اینا رو دیدم، سفی خلص اینا رفتم، نه دیدم ولی همینا رو ندیدم که خورده باشن. حالا میریم که داشته باشیم. آره دیگه. برو بریم. از کدوم شروع کنیم عزیزم؟ انتخاب میذارم به اختیارت. من میگم معمولی شروع کنیم، خیلی تند نه ببین اینا که ترش نیست اصلا، فقط واسه این دوتا رو چرا خریدیم؟ اینا خریدیم که دیگه فشار مشارمون افتاد یه ذره از این بزنیم که نه این که چیزه، این از ایناست. خیلی اینا نوستالژیه واسه من، بچه بودم از اینا خیلی میگرفتم. بعد میخوای یه کار کنیم، مثلا اول اینو باز کنیم چون اینا شیرینه، مثلا داشت میتونیم بخوریم. آره داشتیم سکته میکردیم از ترشی، اینو بخوریم. مسواک هم زدم الان بعد صبحونه مسواک زدم، میخوایم چیزی ترش بخوریم. من نزدم مسواک. این فرقه. اینو باز کردیم و بعدا نگید آنباکسینگ رو جون فقط هم اینجا داشت. ببین اینا رو من میریزم اینجا که تو کادر نیاد، بعدا تمیز کنم باشه. خب چه مزه‌ایشو بذارم؟ یه دونه این لیمیتد داشت. خب گرم بود. کیا بودن تو چی؟ ماریو و ای بابا همش هم میفته. ماریو اون اجزای دوستش. خب یه دونش رو بذار. یادمه که اینو میکشیدی بعد یه فنی داشت که کل اینا میرفت اون توی پا. آره دونه دونه و اینا لازم نبود این کار رو انجام بدی. یادم نمیاد. اگر موفق بشم ببین یه دونه‌شو میس کردم و دوتاشو میس کردم ولی کارو در آوردم. بله کارو در آوردم. شما میتونید مشاهده بفرمایید که ولی با این شروع نمی‌کنیم. کی کارو در آورد؟ شروع صحبتی رو دیگه باید تو همه ویدیوها بگیم، به خاطر اینکه ما تحت تاثیر چنل سپی خلص و نیلویم. تحت تاثیریم دیگه عزیزم، میبینیم همه ویدیوهای سپی خلص اینا رو، حالا تحت تاثیر هم نباشیم. هم رپر خفنیه هم یوتیوبش باحاله. ببین اینجوری میکردیم. آها یه دونه میومد ولی هم نخوریم. قرار شد هم رو که خب ببین یه چیزی لیمویی داره توت فرنگی، اون رو نمیدونم چی. این فکر کنم گیلاس عشقم توت فرنگی. خب حالا بریم اینو. این خیلی ترشه. خب دیگه همه شهر ترش باشه. داری بد شروع. نه عالی. خب چشم تو یا نبند نمیخواد هست. آره ما اصلا یه چیز دیگه بود، ما اشتباه تحت تاثیر قرار.
یه یکم ببین. زیاد ترش نیست. برای من شاید ترش باشه خدایی، چون من اصلا ترش نمیخورم. چای قیافه یکم حریف. الان اومد ترشیش. ترشه انگار. از اون برم ریاکت میدن اینجوری. پشت صحنه رو نگاه نکن دیدم. حرفه‌ای باش. ازش نمیام. این زیاد ترش نبود واقعا. آب نباته. آره؟ توش چیزی داره؟ داره تافیه. اوه. ببین ترش بود ولی خیلی نه. حالا بریم این یکی رو داشته باشیم. اون که نوشته بود روش نه این ننوشته بود شاید. اوه صرفا نوشته بود که ترش. شد. سنتر شاک. ترش با پرید توی گلوم ترش بود واقعا. اصلا نباید انقدر زود دیگه آب بخوری. چرا قرار نیستش مسابقه نیست اما باید ریاکت کنیم دیگه. مسابقه. خب چه رنگیشو این چیه؟ میخواد؟ آب نباته؟ سنتر شاک. یا آدامسه؟ این رو فکر کنم آدامسه. آبه. کدوم رنگی؟ آبی؟ من سبز. رنگای دیگه هم داره ببین. اینا رو هم حالا چیکار کنیم؟ هر رنگش رو جداگونه بخوریم و کلیتش رو اول بریم عرق کردم به خاطر همینجوری؟ چیزه به نظرت؟ بچه راستی ما حدس بزنید کجاییم. جزیره زیبای کیش. آره بعد اینجا هوا خیلی خب اصلا بایستا گرمه. آقا برگرد به چیز برگرد به ویدیو. بیا با هم بخوریم. باشه عزیمت بیا با هم دیگه بخوریم. 1 2 3 اوه. این از اول ترشه. اوه. خوردی؟ نه با آدامسه. نه آب نخور از اوله بخور آب. توش شیرین تره، یعنی توش شیرینه برعکس و اون قبلیه که بیرونش شیرین بود توش ترش بود. این بیرونش ترشه توش شیرینه. مال تو اینجوری مال من الان اینجوری نبود دنگاش بکنم فرق داره. من آره، آدم من توش توشم. کردم دیگه شیرین شد. شیرین شد ولی توش شیرین نبود مثلا توش مایه ترشی بود که ترش بود. الان ترشی داری میشیم. ترش ها آره در آوردم. خب این روش نوشته تاکسیک ویست. این شبیه سلاشخاله. آره دیگه واسه همین اسمش نوشته ویست. تاکسیک ویست. یعنی انگلیسی هم که باید هست. بندازی دور نه چون نوشته سایتش رو نوشته .co.uk. حالا ببینیم که ببینیم که چی انتظار ما رو میکشه با تاکسیک ویست. چند لایه است نه همش یکیه. خب ببینیم که چیه. بفهمیم اونا در رو بذارم تو بذارم. خوشت اومده. اوه من تازه فهمیدم. اوه واقعا تاکسیکه. اوه بشم افتاد. باید بخورم همشو. اشکم مرمه باید بخورم همشو. داره وقت من شیرین میشه. مرغ اولش خیلی ترش بود تا الان این از همه ترش‌تر بود. اولش ولی شیرین شد.
خب آقا این خیلی ترش نیست. آها اینو بگم که این اومدن ایرانی‌ها نخورد. نخوردیه؟ من تو خوردی؟ جویی رفت؟ بیا من اینجا. نه نمیخوام. توش ولی شیرینه. اینو داشتم میگفتم که ایرانی‌ها اومدن فیک اینو زدن، فیکش خیلی ترشه. این خوردی شیرینه. دیگه اون کوچولی توپی هایی که وسط گرفته نه بودم میگم این شیرینه چون من از این باز از نخوردم اونقدر فکر ترش نیست، ولی من عاشق اینا بودم بچه بودم. نرد خیلی باحاله. ببین اینجوریه که اینشو میدی بالا، کنم. ببینید 3 تا در داره. اگه در این ور رو باز کنی شما که حالا بازم نمیشه، اگه در این ور رو باز کنی فقط صورتی ها رو میگیری، این ور رو باز کنی فقط بنفشا رو میگیری، این وسط رو باز کنی جفتش میاد. متوجه ای؟ خب یه جدا جدا امتحان کنیم. یه دونه بعدم چون داره تموم میشه چیزامون میتونیم جدا جدا امتحان کنیم. چون خودمش چرا من پاره کردم حقیقت یعنی اینجوری توضیح نیست. اینجوری نیست ولی خیلی هم راحت باز نشد. من دیگه خاطر اینکه در حوصله جمع باشه. بچه ها حوصله دارن. بس بچه ها باید چند نفر بزنیم بیش. خب این سراغ محصول بعدی. کوکاکولا داره، 7 آپ و اورنجینا اور فانتا. او فانتاییه فانتا کوک سپرایت اند فانتا. من کوکشو باز میکنم. من چون لینی هم اسپرایتشو. لینی آره ببین باید اینم باز کنی، این روی کن. میگه دونه شبیه غذای اسواس کنستانت میگن کنستانت اسب. آره. 1 2 3 صدای نامده کردم. صداش بیاد خودمون عملیت نکرد. آخه فکر کنم مسئله اینه که صدا تق تق نمی کنه. میدونی چیه؟ مثل نوشابه است واقعا. انگار گاز داری میخوری. انگار درست خیلی میگم؟ مسخره بودیم چیو. الان تق تق یعنی صدایی نمیده. انگار که اصلا داری آب نبات کوکا میخوری. یه ذره میده ولی آقا اینو نخرید، این محصول هیچ وقت نخرید، گول نخورید. صدا نیست، حس گاز. مسخره. خب یعنی آخرین چیز ترش یه دونه آدامس منتوسه که حالا امیدوارم که چون برنده خوبیه واقعا ترش بشه. ولی اینو چیکار کنیم؟ به نظرت کدوم اول بخوریم؟ من میگم اینو بخوریم. آدامس ها دوباره هم مثل اونا بذاریم بیرون. خب بیا باش اون بخوریم. چون این فکر کنم واقعا ترش باشه. کلا ما مایم داره ترش میخوای آلوچه های خودمون. چیه این خارجی ترش نمیدونم چیه. چی بود؟ اصلا ترش چرا این نبودن خیلی اینا. ترش بود. اولش یه ذره ترش بود. اولش خیلی ترش بود. مسخره بازی. وقت ما رو، هم میهنان و کامیونیتی یوتیوب و همه رو گرفتید. این همه چجوری باید بخوریم؟ ببینم. پشمکه. مزه‌ایه. خب میریم واسه آیتم آخر که ای باش. بادامس منتوسه. نمیخوای یه دونه اینا بزنیم؟ بیا چون دیگه این آدامس رو بخوریم. Happy Christmas. این هم که دوباره ترش نبود داره خوشمزه. آشغالا رو جمع کنیم.
خب بیا این آخرین آدم هم بنداز و کار رو به خدای بزرگ بسپاریم. سنو بخورم. خیلی توش هست ولی نه خیلی درشم. خب حالا یه کار کن. ترش‌ترین منظر کدومه؟ تو منظرت اینه؟ آره به اینم ترش بود. آفرین، من به این میدم برنده چیزا. واقعا ولی اینم هست و این اونجوری که تو گفتی فکر کنم رنگ‌های مختلفش فرق می‌کنه. نه اینو دیگه بخوریم. نه خوریم. میخوریم حالا بقیه شاید تو ویدیو برزم میخوریم همونشون میگه. خب من منظرم واقعا چون همش راجع شاک مثلا یعنی بخوری یهو چیز شیم، این خیلی شاک بود. حالا یه چیز بهتون میگم. مهسا اینو اول کرد من اینو، ولی جالبیش اینه که اینا جفتشون یه برنده. ببین تاکسیک فیس ناخن نوشته تاکسیک فیس برند. پس این کمپانی قابل اعتماده. این آلامسه هم خداییش ترش بود ولی خب بعدش شیرین میشه. من یه سوال دارم، این منتوسه درسته؟ آره. منتوس رو میگم ما نوشابه نباید بخوری، یعنی اینم نوشابه بزنیم اونه یا نه اون؟ اونو چرا میگن؟ مثل اینکه واقعا شیمیایی نشون میده بندازی توش. آخه یعنی چی؟ گاز اومدیم یه بچه اینو نمیدونست خورد. چیش نمیشه، معده درد میگیره بعد فراش خوب میشه. اوکی بچه ها ما اصلا چنلمون نه بالا خیلی نه چستانه نکن دیگه بابا. ساب هیچی میخواستم هم سابسکرایب کنید، دستتون درد نکنه، خودتون محرمی ندارید. حتی قبل کسی این جمله رو آماده کنم بعد بیام بگم اون لحظه بچه همون بالاییم. خب رسیدیم به آخر این برنامه ریاکت به خوراکی های ترش. اگر دوست دارید این سبک ویدیوها رو کامنت بذارید که باز هم براتون درست کنیم. حالا هر چیزی که دوست دارید، مثلا ما مسافرت زیاد میریم دیگه، توی مثلا مثلا این موضوع هر چیزی که به نظرتون جالبه، چه می‌دونم غذاهای هر جا، چه می‌دونم هر چیزی، اینا رو نکردم اینا رو به همون بگید که چی دوست دارید که ما از همونا بگیریم. قربان شما. بعد خدا